بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، مادرانی که بنده را میشنوید و میبینید، امروز صحبت من درباره مادران است. یک صحبت کوتاه میخواهم درباره مادرانی که ناخودآگاه و یا حتی دیده و دانسته فرزند خود را از روی ناحق میزنند، آن هم بیرحمانه یا میزنندش یا دعای بدش میکنند. و این گونه زنها کمی صحبت داشته باشم و عنوان موضوع من هم آیدی زنهایی هست یا مادرانی هست که جنت زیر قدم آنها نیست. اور در حدیث پیامبر است که جنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر قدم مادران است. ولی آیا تمام مادران در حقیقت لایق جنت هستند؟ و آیا این حدیث دلالت به آن میکند که تو مادری چی کار خواهی با فرزندت بکن؟ و یا اینجا قیدهای دیگر یا چیزهای دیگری هم هست؟ پیش از همه عزیزان، هر کسی که گمان میکند، هر زنی که گمان میکند که او مادر است و چی کار خواهد با فرزندش میکند، کی خواهد دشنامش میکند، کی خواهد میزندش، کی خواهد دعای بدش میکند، چی کار خواهد میفرماید، این مادری نیست. این برعلا یک زنی ظالمی دلسنگ هست که به خود اجازه میدهد که با یک بنده الله که در دست او امانت است این گونه معامله کند. نباید هیچ یک مادر فراموش کند که فرزند این نعمت پروردگار و امانت پروردگار در دست مادر می باشد. درست است که به سبب تو به دنیا آمد، تو هستی که بزرگش میکنی و برای این بزرگ کردنت، این به دنیا آوردنت، اینقدر وعده های پروردگار به تو کرده است، اینقدر وصیت های و این چنین امرهای پروردگار به فرزندت کرده است که حتی مشرک باشد هم با مادر خود مناسبت خوب داشته باش. ولی آیا این یعنی تو مادر بودنت به تو اجازه می دهد که چی کار خواهی با فرزند خود بکنی، کی خواهی بزنی، کی خواهی دشنامش کنی، با بهانه اینکه با پدرش جنگ کردی، با مادر بزرگش جنگ کردی، با عمه اش جنگ کردی، با همسایه جنگ کردی، تو بیایی و قصاص خود را و یا به گفته خودمان علم خود را از فرزند خود گیری؟ آیا همین گونه اجازت را به تو کسی داده است؟ اینجا زیاده. یعنی بنده تا زمانی که با کودک ها مشغول نبودم اینقدر این چیز رو درک نمی کردم، ولی بعد از اینکه چند مدت است که با کودک ها درس های مخصوص دارم و یا با دخترکان 13 14 15 ساله درس ها داریم، زیادی دخترکان خط میکنند و از من سوال میکنند، دخترکی 14 ساله، دخترکی 15 ساله، حتی بعضا 13 ساله، میگوید استاذه چی کار کنم که هر وقت که پدرم عصبی شد بالای من داد و فغان میکند. که این موضوع باز دیگر هست درباره پدرها و این چونین دخترکانی که میگویند هر مشکلی که با پدرم شد مادرم تمام روز مرا یا دعای بد میکند یا مرا حتی میزند یا حتی دادرچه خوردی هم کار کرد بالای من داد و فغان میکند. اینجا عیب من چی هست نمیدونم، مشکل در کجا هست من نمیدونم. یعنی این گونه سوال ها از طرف کودک ها، از طرف دخترک های نورسی 13 ساله و 14 ساله می آید. پس اینجا مادرانی که تمامی عصبانیت خود را، درد و علمی خود را بالای فرزند خود میریزید، یک به خود آیید. او فرزند امانت پروردگار در دست شما است. این حق را به شما کی داده است؟ مگر فرزند به الله شکایت نمی کند؟ مگر فرزند وقتی کمی بزرگ شد نمی گوید که چقدر ناحق مرا زده بودی، چقدر ناحق مرا دعای بد کرده بودی، کارهای به من کرده بودی که من حتی بیخبر بودم که گناه من چیست؟ یعنی در یک خانه اگر عروس و خشتومند باشند، وقتی خشتومند بالای سر عروس ظلم میکند، عروسی ترسانچک از این که با همراه خشتومند، من نمیگم جنگ و جنجال کند، از این که نشسته بگوید گناه من چیست یا مشکلی در کجاست یا راهی حل این پرابلم را پیدا کند، برعکس میرود یا فرزند خود را میزند یا اینکه فرزند خود را دعای بد میکند یا کار میکند که علمش را بالای فرزند خود بریزاند. و همین گونه کودکانی که مظلوم هستند، کودکانی که به یگان سبب شرطه میخورند، به یگان سبب دعای بد میشنوند، به یگان سبب بالای سر او مادری که او همیشه انتظار محبت و مهربانی هست یک و یک بار همچون دیوی چند سر آمده داد و فغان میزند کم نیستند. و اینجا مشکلی ما، یعنی این از چی سر میزند؟ وقتی که یک مادر
علمی خود را میرود از فرزند خود میگیرد، از کودک خود. حتی به دهان خود زنهایی هستند، ببخشید عروسکانی هستند که میگویند من کودک 2 ماهه خود را میزنم اگر با شوهرم مشکل داشته باشم. آخر وقت کودک 2 ماهه گناهش چیست؟ یک طفل معصومی که در دست تو امانت الله هست. او به تو چی گناه کرد؟ یعنی اگر مشکل با پدر او داری، چرا کودک رو اذیت میکنی؟ و همین گونه مادرها خیلی زیاد هستند. و باز از همه بدترش این است که بعضی این رو گناه نمی حسابند، گویا یک چیزی عادی هست، بچه خودم است چیکار خواهم میکنم. اما بجز این که او بچه تو است، فرزند تو است، او امانت پروردگار در دست تو هست. پروردگار از فرزندت از تو میپرسد یوصیکم الله فی اولادکم. الله میگوید ای مردم، پروردگار شما را امر میکند، وصیت میکند درباره فرزندانتان و در دوامش البته درباره میراث میرود. اما به هر حال اگر نگاه کنید، فرزند امانتی الله در دست پدر و مادر است و به هر یک ظلمی که کرد از این پرسیده می شود. مادر وقتی به کودکش میگوید من به تو شیرینی میدهم، پیامبر میگن اگر ندادی تو دروغگو هستی، تو در نزد الله دروغگو حساب میشوی اگر فرزند خود را فریب کردی. فریب فرزندان یک طرف است که این خیلی به یک چیز عادی تبدیل شد، اما زدن کودکان، دعای بد کردن و داد و فغان کردن کودکان، به خاطر اینکه عصبم ویران است من میزنم، به خاطر اینکه با خوشتامنم جنگ کردم میزنم، به خاطر اونکه عمه‌اش یا خاله‌اش یا تقویش چیزی گفت کودک رو میزنن. یعنی این گونه یک طایفه، یک زنهای ببخشید خیلی خیلی فرهنگ و اخلاق پست هم هستند که اگر مبادای کودکشان رو به آنها گفتید که همین گونه مشکل دارد، او در دست شما کودکش رو میزند. یعنی همین گونه تربیهش رو و اخلاقش رو نشون میدهد، و جای اینکه بگوید که به فکر شما چه خیلی من مناسبت کنم. یعنی خوشتامنت گفت کودک تو ارکه است، یا کودک تو خیلی شوخ است، یا کودک تو گناهی کرد. نباید در نزد کودک بگیری، ببخشید در نزد بیبیش بگیری اینقدر او رو بزنی یا داد و فغان کنی. با جای او بگو شما سن سالتون بالا هست، تجربه دار هستید، بگوید که من چی کار کنم، یگان راهی نشان دهید که من از گفته شما توانم کودک رو تربیه کنم. با جای این نه برعکس میگیرن کودک رو میزنن که انا، یعنی بعضی انسان های پیران سال میگوین از این بگیرو مرا زن بهتر است. یعنی همین گونه مصیبت در مادران زیاد دیده می شود. همین گونه مصیبت دیده می شود و بعضی ها میگوین چی مشکل دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به این اجازه دادن. یا پیامبر گفتن به هر چیز و ناچیز فرزندت رو بزن، وقتی با شوهرت جنگ میکنی فرزند رو بزن، وقتی با خوشتامنت گپتون از بین یکی بیزیب شده رفت فرزندت رو بزن. پیامبر همین گونه گفتن یا بالای پیامبر تهمت میزنید. اون در ما حدیث در ابو داود و ترمذی هست، در وقت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن مورو اولادکم و هم ابناء سبع، مورو اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع. فرزندان خود را وقتی 7 ساله شدن به نماز امر کنید. واضربوهم علیها و هم ابناء 10. و اگر 10 ساله شدند و نماز نخواندن، نماز را به گردن نگرفتند، فرزند را بزنید. اما تمام علما اتفاق هستند و در شرح همین حدیث میگویند زدن فرزند با سیاه و کبود کردن نه، و این چون غضبی شده زدن نه، چون در وقت غضب انسان نمیداند چگونه یک نفر را زده ایستاده است. تا اندازه ای که حتی در ما روایت از عبدالله ابن عباس هست، عیناً همین چیز رو درباره زنها هم میگویند، با مسواک، با چوبی باریک، با چیزی که فرزند اوره کمی درد بکشد و فهمد که پدر و مادر غضب میکنند اگر او در نماز بی‌پروا هست، برای اینکه 10 ساله الکی کلان است. اما نه اینکه سیاه و کبودش کنی، نه اینکه چند روز درد کشد، نه اینکه از صورت دیو مانند تو تمام اون در خاطرش باشد که با همین شکل می آمد و مرا میزد. یعنی کودکانی هستند که در خاطرشون یک شکل بیزه پدر و مادرشون همیشه هست، اگرچه 40 ساله و 50 ساله شوند، چون با همین صورت می آمدند و می زدند. ببینید که در قلب کودک چه چیز پیدا می شود وقتی با شدت و با غضب و با یک شکل شیطان صفت فرزند میده رو می زنند. و اینجا ببینید پیامبر در حدیث گفتن در 10 سالگی اگر نماز رو به گردن نگرفت، در 10 سالگی، اون هم
در 7 سالگی و 8 سالگی نه. اگرچه پیامبر نبیره ها داشتن، اگرچه انس ابن مالک و بعضی صحابه ها در خدمتشان بودند، حضرت عایشه میگویند در عمرشان پیامبر نه دست به خادم برداشته بودند نه دست به یگان زنشان، یعنی یگان نفر را پیامبر زدگی نیستند، به یگان کس دست نبرداشته هستند. اینجا پیامبر میگویند در 10 سالگی کودک نماز نخواند، اگر بزنید. این رو گرفته نگاه کنید، آیا مادرانی که برای نماز کودک را میزنند چند تا هستند شماره اشان، و مادرانی که برای شکستن یک پیاله و شکستن یک کاسه و چاشیدن یک چای و یک کاسه خوراک کودک را میزنند چند نفر هستند؟ یعنی آیا شکستن یک پیاله اینقدر قدر دارد که تو فرزندت رو تا سیاه و کبود شدن بزنی یا دعایی بد کنی؟ و یا اینکه رسانیدن آب چیز دیگری. مادرانی هستند که کودک 3 ساله رو میزنند اگر یگان کاری خطایی کرد، در حالی که تو در 40 سالگی چقدر خطاها داری. برای همین مسئله زدن درباره تربیت کودک شاید بعداً صحبت کنیم. مسئله کودک را زدن یکی از مسئله های جدی هست که به عقل کودک، به عصب کودک، به خاراکتر کودک، به شخصیت کودک تا اندازه تاثیر میرساند که اولا کودکانی که زیر شرط بزرگ شدن آنها گپ عادی را نمیفهمند. تو نزده یا حقارت نکردی و گپ درست را نمیفهمد. دوما عیناً مثل خودت بی‌رحم می شود. بعضی مادرها میگن خیلی خواهر و برادرش رو میزند. شاید تو رو زیاد میزنی، او از تو یاد گرفت، یا شاید پدرش او رو زیاد میزند، یا یگان برادر بزرگش او رو میزند. کودک خود از خود آدم زن بزرگ نمی شود. عیناً همین گونه عدوانه میگویند یا اینکه دل سخت بی‌رحم گپ عادی رو نمیفهمیدگی یک کودک بزرگ می شود که دیگر همه از او نفرت دارند، دخترچه باشد هم پسرچه باشد هم. برای همین خواهرانی که زیاد بالای کودک خود دست میبردارید و چیزهای بیهوده هم میزنید و گپهای بیهوده هم و عصبتون خراب شود هم بالای کودک خود علمهای خود رو میگیرید. یکی به خود آید، تو چه اندازه به کودک ضرر دارید، تو چه اندازه خود رو گناه کرده ایستادید. و اینکه تو مادر هستی معنیش این نیست که به همه چیز تو حق داری. چی کار خواهی به کودکت بکنی؟ مسئولیت او را تربیت خوب کردن است و او تعلیم دادن است، نه اینکه به این و به آن بالای او دست برداشتن. چیزی دیگر دعای بد کردن فرزند و لعنت کردن فرزند است که این هم یک دردی هست در اکثریت زنها. الله نصیب کرده باشد در صحبت دیگر همراه شما درباره تا چه اندازه دعای پدر و مادر فرزند را میگیرد و تا چه اندازه زنهایی که به خاطر چیزهای بیهوده هم فرزند خود را یا لعنت میکنن یا دعای بد میکنن در نزد الله گناهکار میشوند. ان شاء الله در صحبت دیگر همراهتون خواهیم گفت. در پناه الله یگانه باشید. فرزندان خود را که امانت الله در دست شما هستند و دیر یا زود از براتون میروند، یکی بیخبر میمانید. خیلی و خیلی احتیاط کنید و زینهار که بالای کودکی که قوت ندارد، جسم ضعیف دارد و چگونه که تو با او رفتار میکنی این گونه رفتار کردن نمیتواند، بالای او دست نبردارید که این دست ها در روز قیامت و حتی در دنیا حتما جزای خود را خواهند گرفت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.